به من بگو چه تغییری کردی و با اون کسانی که این گفتگوی من و تو رو، این فایل صوتی رو گوش میکنن صحبت بکن و از اونا بخوا که اونها هم، حالا خودت هر جوری دوست داری باشون صحبت کن، من چرا بهت بگم. نه خواهش میکنم. و میخوام هستی و نیایش هم یه جمله بگن به اون افرادی که این فایل صوتی رو دارن گوش میدن. شما شروع کنید نیکو خانم. مثلا افرادی که دکتر بگم همینه که دارن این فایل صوتی رو گوش میدن. توصیه میکنم که انشالله ذهنشون رو پاک کنن از چیزای آلوده، خدای واقعی رو قبول کنن. آفرین. چیزایی که برای ما مضره، واقعا میدونیم اونایی که دستاز انسان نخوریم. آفرین، چه قشنگ داری صحبت میکنی. چیزی که برای سلامتیمون مضره نخوریم. هیچ چیزی بالاتر از سلامتی نیست خانم. حاضری من تمام پولای دنیا رو بهت بدم، کبدت پیوندی باشه، کلیت پیوندی باشه، پا نداشته باشی؟ اصلا. یه نفر هست به اسم استیو جابز. دقیقاً. بعد ببین، بالاتر از سلامتی هست. بالاتر از سلامتی اینه که سربلند برگردی پیش خدا. دقیقاً. وقتی که تو سلامتی تو حفظ میکنی یعنی لیاقت تو به خدا نشون میدی. فرض کن یه نفر میاد به خانواده شما یه مرسدس بنز خیلی خیلی گران قیمت میده. خب بعد میگه که چند سال از این مرسدس بنز خوب استفاده کنید، بعد از این که استفاده کردین همینجوری سالم به من برش گردونید. شما اگه بزنید شیشه های مرسدس بنز رو بشکنید، بدنشو داغون کنید با چکش، چه احساسی دارید وقتی که این مرسدس بنز رو برمیگردید به اون صاحبی که به شما لطف کرده؟ احساس شرمندگی، خجالت. خب من اینو گفتم که تو هم بفهمی. اون حس شرمندگی خیلی بده خانم، بعدم برگرده پیش خدا. هر کدوم از ما ممکنه 5 دقیقه دیگه بمیریم. میتونی بگی که نمیمیرم 5 دقیقه دیگه؟ خب 5 دقیقه دیگه ما شرمنده میتونیم برگردیم پیش خدا، میتونیم سربلند برگردیم. ثروت واقعی ما اینه که سربلند برگردیم. و چه چیزی خانم توی این گفتگو، توی این هیپنوتیزم تلفنی من به شما دادم که شما رو تغییر داد؟ آگاهی. خدا تو قرآن سوره زمر آیه 9 میگه آیا آنان که میدانند با آنان که نمیدانند برابرند؟ خیر. خب پس کسی که آگاهه جاش کجاست؟ توی بهشته. کسی که ناآگاهه جاش کجاست؟ توی جهنمه. کسی که آگاهه سربلند برمیگرده پیش خدا. کسی که ناآگاهه شرمنده برمیگرده پیش خدا. و این شرمنده برگشتن پیش خدا میشه همون جهنم. و الان خداوند اونجا نایستاده که هیزم دستش باشه و نفت و کبریت بندازه روی تو، کبریتت بزنه بسوزونتت. مسخره نیست اینجوری فکر کنی؟ چرا؟ اون آتش میدونی چی؟ آتش حسرته. میگه وای من بهم خدا چشم و گوش و مغز و عقل و شعور داد، چرا ازش استفاده نکردم؟ این میشه آتش جهنم تو، این حسرت. نیای انشالله تو بگو چه پیامی داری به بچه‌های همسن خودت که این فایل صوتی رو گوش میدن؟ بگو. فکر سلامتیشون باشن، کسایی که مثل من چاق هستن چون لاغر کنم، فکر سلامتیشون باشن که چیزی بالاتر از سلامتی نیست. آفرین. هیچ چیزی بالاتر از سلامتی نیست. تو توی مدرسه بچه‌های دیگه هم دوستای دیگه هستن که اونا هم چاق باشن؟ آره. خب چه برنامه‌ای داری برای اونا که مثلا چه جوری با اونا بایستی صحبت بکنی و اونا رو بیاری تو مسیر؟ به اونا هم میگن که خودشون لاغر کنن و فکر سلامتیشون باشن. ببین نیایش خانم، شما بایستی آگاهیتون رو بالا ببرید که بتونید بهتر به اونا کمک بکنید. برای همینه که میگم تو دوره من ثبت نام کنید، با مادرت و با پدرت و هر ستون بشینید کلاسای منو ببینید. باشه؟ خب هستی خانم، شما به من بگید چه برنامه‌ای داری و چه پیامی داری برای بچه‌های همسن سال خودت که این گفتگو رو گوش میدن؟ من به بچه‌های همسن سال خودم توصیه میکنم که مراقب سلامتیشون باشن و نذارن مثل من چاق بشن. مثل
مثل من یه تلنگری بشه تو ذهنشون که دند ندارن چاق بشن، فکر سلامتیشون باشن. چاقی دشمن انسانه، آدم نباید بذاره چاق بشه. چه چیزی باعث میشه انسان چاق بشه؟ ناآگاهی انسان. چه چیزی الان شما رو تغییر داد؟ هستی خانم، نیکو خانم و نیایش خانم. آگاهی که شما به ما گفت. آگاهی یعنی من شما رو هیپنوتیزم کردم. شما هم با چی من شما رو هیپنوتیزم کردم؟ با آگاهی. این آگاهیه چی بود؟ اون آب زلال بود که ریخته شد توی اون استکانی که پر توی زهر هلاهل بود. بله. شما الان ذهنتون پر زهر هلاهل بود. این آب زلال آگاهی ریخته شد تو ذهن شما و اون زهرا خارج شد. به همین سادگی. پس این ارزش آگاهیه. میدونی خداوند ما رو برای چی آورده تو این کره زمین؟ ما رو آورده که آگاه بشیم. از هر سه تو میپرسم بزرگترین صفت خداوند چیه؟ لطف و محبت و مهربانی. نخیر، آگاهی. چون که کسی که آگاهی داره لطف و محبت و مهربانی هم داره. متوجه شدی؟ بله. اگر خدا آگاهی نداشت لطف و محبت و مهربانی هم نداشت. خب ما اومدیم تو کره زمین که مثل خدا بشیم. مهمترین صفتی که بایستی داشته باشیم چیه؟ آگاهی. آفرین. برای همینی که میگه آیا آنان که میدانند با آنان که نمیدانند برابرند. حالا یه سوال از هر ستون. اون هستی خانوم، نیکو خانوم و نیایش خانوم یه ساعت پیش کجاست؟ اونا پاک شدن. مردن. وجود دارن؟ خیلی. میدونید وقتی که تو یه آگاهی جدید به دست میاری یعنی انگار دوباره متولد میشی. قطعا همینه. شما الان هستی خانوم و نیایش خانوم ازتون پرسیدن چند سالتونه، دیگه میگی ما 1 روزمونه تازه اومدیم دنیا. تازه متولد شدیم. میگه مرده بودم. اینو کی میگه؟ مولوی میگه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، جان دلیر است مرا زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم یا گوهر تابنده شدم. الان شما فرق کردید. اون شخصیت گذشته‌تون مرد، اونو دیگه وجود ندارن. احساس نمی‌کنید؟ چرا؟ الان احساس نمی‌کنید دنیا یه جور دیگه ای شد؟ واقعا. شما قبلا توی اتاق تاریک ذهنتون بودید. توی اون اتاق هدف‌ها کوچیک بود. دنبال الاغه رفته بودید توی اون تاریکی. هیچی رو نمی‌دیدید. هدف چی بود؟ هدف اینه که من این بستنی رو بخورم 5 دقیقه لذت ببرم کبدمو چرک کنم. هدف چی بود؟ این من برنج و گوشت رو بخورم لذت ببرم کبدمو چرک کنم و سیستم ایمنیمو ضعیف کنم و خودمو مستعد به سرطان کنم. ببین چقدر هدف‌ها کوچیکه. اما الان هدف شما چیه؟ هدف من اینه که کتاب نیایش هستی نیکو رو بنویسم. هدف من اینه که یک کشتی نوح بسازم. هدف من اینه که سربلند برگردم. از اون اتاق تاریک ذهن اومدیم بیرون، وارد عالم پر از نور الهی شدیم. شعار ما تو رستوران روح اینه: خدا نور است. نور یعنی آگاهی. پس خدا یعنی آگاهی. کسی که به دنبال آگاهیه به دنبال کیه؟ خداوند. آفرین. خوب شد از اتاق تاریک ذهن آوردمتون بیرون؟ ممنون. خیلی از شما ممنونیم. یه سوال. حاضرید من الان 1000 میلیارد تومان بهتون بدم، اما بهتون بگم تمام این آگاهیایی که تو این گفتگو کسب کردین رو پاک کنید و به سمت خدا نرید، به دنبال خدا نباشید. همون 1000 میلیارد تومانه تا آخر عمرتون کافیه. میپذیرید؟ نه خیر. پس ارزش آگاهی رو میفهمید چیه؟ بیشتر از 1000 میلیارد تومان. یه توصیه دارم، اگر گوش بدید ممنونتون میشم. همین گفتگو که تمام شد توی گوگل جستجو کنید تئاتر دکتر فاستوس، توی سایت آپارات اینو با هم ببینید. دکتر فاستوس یه دکتری بود که کتاب زیادی خونده بود، یعنی آگاهی داشت. اما
دچار یأس فلسفی میشه دیگه، یه دفعه میزنه سرش میگه خدا وجود نداره. قبل از اون خیلی خدا رو قبول داشت. من میخوام بگم که بعضی از افرادم وقتی به آگاهی میرسن دوباره ممکن از اون اتاق روشن دوباره برگردن به اتاق تاریک. اینو میگم که شما بر نگردید. خب و میگه خدا وجود نداره، یعنی این منکر میشه خدا رو، در صورتی که قبلا خیلی خدا رو قبول داشت. بعد یه کتابی میخونه راجع به جادو و جنبل. تو این کتاب ارتباط برقرار میکنه با شیطان و شیطان نماینده‌شو میفرسته کمک دکتر فاستوس که از این حال بد درش بیاره، یعنی نجاتش بده. باهاش قراردادی بنده، میگه 24 سال هر ثروتی که بخوای بهت میدم، هر قدرتی که بخوای بهت میدم، هر سوالی داشته باشی جواب میدم، فقط به سمت خدا نرو. دکتر فاستوس هم گول میخوره و قبول میکنه. متوجهی؟ فقط برای 24 سال. بعد 24 سال تمام میشه، اسم خدا رو میبره، یه دفعه یه درد بزرگ توی سینه‌اش میاد، یعنی دیگه میبرنش جهنم. البته اون جهنمی که ما الان قبول داریم بعد از این گفتگو با اون جهنمی که تو اون فیلم هست فرق میکنه، اما کلا اون جهنم حسرت، یعنی پشیمان میشی این وسطا، میگه چه اشتباهی کردم، این همه ثروت و این همه قدرت بشه درد من میخوره، همینا فانیه، من بمیرم اینا دیگه با من نیستن، اما خدا همیشه با منه. من میخوام این فیلمو حتما با هم ببینید. باشه؟ چشم، حتما نگاه کنید. فیلم دکتر فاستوس که بفهمید با خدا معامله میکنید جاودانه میشید، اما با شیطان معامله بکنید بیچاره میشید. ببین خود شیطان هم مأمور خداست. خدا به شیطان گفته که بذار تو ذهن این هستی و نیایش و نیکو که کیک بخورن، بستنی بخورن، شیرینی بخورن. متوجهی؟ شیطان کی دستور داده بهش؟ خدا. چرا این کار کرده؟ که شما رو امتحان کنه. شما داستان رستم رو شنیدی تو شاهنامه؟ تقریبا. خب میشناسید رستم رو بالاخره، همه ایرانی ها میشناسن. رستم از 7 خان گذشت که جاودانه شد و لیاقت اینو داشت که توی شاهنامه اسمش بیاد. الان هم شما رستم خدا هستید. عمدن 7 خان شیطان رو سر راهتون میذاره، 7 خان قند و شکر و برنج و گوشت و نان رو سر راهتون میذاره. شما اگر از این 7 خان عبور کنید جاودانه میشید. قابل درک بود براتون این جمله من؟ کاملا. من براتون الان نحوه ثبت نام تو دوره‌مو میفرستم. 1 سال در کنار ما باشید. ببین و توی این فرصت نمیخوام بگم بعد از 1 سال کتابتو بنویس، تو ممکنه همین 4 ماه دیگه کتابتو چاپ بکنی. خانم منم یادتون میدم که چطوری چاپش کنید که نیازی به هزینه زیادی نداشته باشین برای چاپ کردن. توی انتشارات الکترونیک چاپش کنید، انتشارات تاقچه. یه خانمی هست سرطان چشم داشت و یه چشمش تخلیه شد به اسم خانم فاطمه یاری. وقتی که با من صحبت کرد و دید که خیلیا سرطان چشمشون خوب شده با رعایت همین حرفایی که من زدم، گفت کاشکی من زودتر با تو صحبت میکردم. منم بهش گفتم خانم این کاشکی رو دیگه نگو، خدا خواسته که یه چشم تو تخلیه بشه، اما چشم آنجلا خانم و آقا حیدر که سرطان داشتن اونا چشمشون تعمیر بشه با همین گفته های ما. خب تو بایستی خودتو مأمور خدا بدونی که از این به بعد با 1 چشم بایستی به زندگی ادامه بدی و با این 1 چشم دنیا رو بهتر از اون زمانی ببینی که 2 تا چشم داشتی. خب این جمله من خیلی کمکش کرد که بپذیره این موضوع رو و بهش گفتم تو بایستی کتابتو بنویسی و راهنمایی بکنی اون کسانی که ناراحتن و ناشکرن به خاطر اینکه 1 چشم دارن. تو بایستی شکرگزار باشی با داشتن 1 چشم و کمک بکنی به اونا. این خانم میدونید 4 ماه بعد از اینکه من این گفتگو رو باهاش انجام دادم کتابش رو نوشت و الان کتابش هم هست. شما یادداشت کنید کتاب هورا در سایت تاقچه. خب این کتابو بخرید که حمایت هم بکنید از خانم فاطمه. کتاب 30 صفحه بیشتر نداره، اما این کتاب 30 صفحه‌ای رو میخونید مطالبی توش هست که تو با خوندن یک کتاب 1000 صفحه‌ای هم به دست نمیاری. من میخوام شما این مثال رو براتون آوردم که شما بتونید کتابتون رو بنویسید. باشه؟ انشالله. خب من براتون نحوه ثبت نام تو دوره رو میفرستم. خب بعد یه نکته‌ای، شما و هر ستاتون از فردا با خوردن 5 روز سیب وارد این مسیر خامگیاخواری بشید.
صبحانه، نهار، شام فقط سیب میخورید.